امام حسین علیه السلام با کسایی طرف هستش که دوستش داشتن، هزاران نامه براش نوشته بودن، منتظرش بودن. همین کسانی که منتظر امام بودن به جنگ امام میرن. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. در دگرگونی حالتها جوهره آدمها معلوم میشه. فاصله بین آمدن ابن زیاد تا عاشورا تقلب احوال به گونه‌ای هست که اونهایی که منتظر امام هستن علیه امام به میدان میرن. دلبستگی های دنیایی باعث شد که در مقابل امام زمان خودشون بایستن. آدم باید درس یاد بگیره از کربلا. بفرمایید میل کنید. من شما و افراد عشیره هاتان را از طلا سیر خواهم کرد. بروید و بر کنگره های کاخ ظاهر شوید و با مردمانتان سخن کنید و آنها را به شرط اطاعت به طلا بشارت دهید و بیمشان کنید از لشکریان شام و قطع جیری بیت المال و بریده شدن جوارح و تبعید به شورزار. زیارت عاشورا این لعنی که میکنی لعنه به بیرون نی، لعنه به توه. چرا؟ چون اونا آنچه کردن از تو بود زد بیرون. جهلش بود کدش ابن سعد. شما میگی ابن سعد، منظور جهل خودته، یعنی هر کسی ابن سعد خودش را لعنه. این ابن سعد مشترکه، وقتی به او زدی به این هم میخوره و رها میشه انسان. عمر سعد به همه اموری که داشت اتفاق میافتاد بینش، یقین و اعتقاد، اما نمیتونست تصمیم درست بگیره. چرا؟ چون شهوتش نسبت به ملک ری، ریاست طلبیش درگیرش کرده بود، نمیتونست تصمیم درست بگیره. گناه باعث میشه اطلاعات انسان به داد انسان نرسه. لذا وقتی هل من ناصر ینصرنی میگه همه دارن میشنون، کسی کاری نمیتونه کنه. مثل آقا امام زمان علیه السلام که به فرموده خودش هر 24 ساعت یک بار هل من ناصر ینصرنی داره میگه و خودمونم به نشیدن داریم میزنیم. هر رو شما نگاه بکنید، عاشورا ملحق میشید. فکر تو رو به رشد هدایت میکنه. لذا تصمیم ها خیلی مهمه. اگه بتونه انسان به مکتسبات منفیش غلبه کنه، چون قدرت داره انسان به همه مکتسباتش غلبه کنه، با تکیه به خدا، با تکیه به فطرت، با تکیه به آخرت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمک بگیرید از خدا، از یاد خدا کمک بگیرید. ذکر الله قوت النفوس. یاد خدا غذاست، غذای نفس، غذای روح شماست.